من تا اومدم بگم شکل اون خوانندم شکل شریعتی هم، بعضیا گفتن کچلی مسخره کرد. کچلی من مسخره با چی میگه مرد؟ شما اگه بخوای بگی کچلی چیز بدیه، دکتر الهی قمشی از همین موقع. اما ازش سوال کردن در خصوص همین کچلی، گفت سر یا جای عقل یا جای مو. یه چیزی گفت که بیخیالش بشن دیگه. آن یکی دکتری گفتا که هی از کجا میایی ای فرخنده پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیداست از جانوی تو. بنابراین در اشعار ما شاعر میگه که اومد لب اون قالیچه تکون داد، قالیچه خاک نداشت خودشو نشون داد. بالاخره همین است. به افتخار دکتر الهی قمشی دست قشنگ. در خصوص بحث کچلی، بچه‌ه به باباش گفت بابا شنیدم اون آقایونی که دوتا فرق سر دارن، دیدی دوتا میپیچه اینجا؟ گفت بابا جون شنیدم میگن این آقایون دوتا زن دارن. بابای گفت پسرم عزیز دلم اینا همه خرافاته، توجه نکن بابا جان. پدر تاس بود. پسرش برگشت گفت راست میگی بابا، اگه بنا به این حرفا بود شما با این فرق گشادی که داری الان باید حرم سرا می‌داشتی واسه خودت.